А ну сюда выходим! Сюда идем! Сейчас стрелять будем! گروهی از مهاجرانی که در ساختمان کار می‌کردند هنگام عملیات نیروهای امنیتی در ولایت لنینگراد روسیه تلاش فرار کردند. در این باره پلیس روسیه روز 12 دکبر با نشر یک ویدیو خبر داد. در این نوار دیده می شود که پلیس با سکای بویگیر در دو ساختمان در دهه میستالابای ناحیه سیوالوشک رید می‌گذرانند. چند نفر از مهاجران کوشش فرار به جنگل می‌کنند اما دستگیر می‌شوند. یک مهاجر دیگر خود را از آشیانه دوم به زمین می‌اندازد ولی دور رفتن نمی‌تواند. در مجموع کارمندان پلیس سندهای تقریباً 100 شهروند خارجی را تفتیش کرده ایز انگشتانشان را گرفتند. در این بین 20 مهاجری را که سندهایشان مشکل داشته است به شعبه پلیس بردند. پلیس روسیه گفته است اکثریت آنها را اخراج می‌کنند. همچنین برخی از مهاجران که پتانت کاری داشتند اما زبان روسی را نمی‌فهمیدند سنجیده می‌شوند که چگونه امتحان زباندانی سپردند. در همین حال حزب روسیه عادل برای حقیقت تحت رهبری سرگئی میرانوف یک بسته اصلاحات را که اصول جلب مهاجران را به کلی تغییر می‌دهد به دومه دولتی پیشنهاد کرده است. با گفته نمایندگان حزب مقررات اصلی طرح لغو نظام پتانتی، محدود کردن مهلت اقامت مهاجر در روسیه با شرطنامه کاری و گرفتن شاخص‌های بیومتری در دوام 30 روز بعد ورود در روسیه را در بر می‌گیرد. علاوه بر این کارفرمایان باید تمام خراجات مربوط به ثبت نام کارگران خارجی در مقامات مهاجرت، دریافت اجازه کار، بیمه طبی و تامین با منزل را پرداخت کنند. همچنین پیشنهاد شده است که ورود خانواده‌های مهاجران کاری از جمله همسر و فرزندان آنها به روسیه منع کرده شود. روسیه در دوام 2 سال اخیر الکی ده‌ها قانون محدود کننده حضور مهاجران کاری را قبول و با این راه ده‌ها هزار مهاجر خارجی را اخراج کرد. مقامات تاجیک میگویند که سال گذشته از روسیه بیشتر از 30,000 مهاجر تاجیکستانی رانده شدند. احتمال می رود که این عدد به مراتب بیشتر باشد.